تلگرام کانال به مقامات حفظ حقوق روسیه نزدیک ماش روز 22 مای سال 2024 خبر داد که متهمان در حمله تروریستی کروکوس سیتی هال در بازداشتگاه لیفورت و شهر مسکو تا حال در کامراهای علایده نگاه داشته می شوند. منابع مش گفتند که مقامات می ترسند که مبادا محبوسان دیگر آنها را نکشند. در ابتدا فریدون شمس‌الدین، دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، سید اکرم رجب علیزاده و دیگر دستگیر شده ها را در کامراهای یک کسه جای کرده بودند. بعدا آنها را باید به کامراهای کلانتر دو کسه و چهار کسه میگذرانند. شرط اساسی این است که متهمان یک پرونده در یک کامرا نافتند، باید با دیگران جای کرده شوند. بنا به یک فرضیه سببهای آنها را در کامراهای یک کسه باقی گذاشتن این است که دیگر نفرانی که در لیفورت و در بازداشت قرار دارند اثر احساسات می توانند آنها را خودسرانه جزا دهند. خبر داده است مش. شام 22 مارس سال 2024 افراد مسلح قبل از کنسرت گروه موسیقی روکی پیکنیک وارد تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در کراسنگورسک شده ازدحام را تیرباران کردند. این حمله 145 کشته به جا گذاشت. بر اثر تیرباران 40 نفر کشته شده، 105 نفر دیگر در سوختاری که بعد آن فرا گرفت جان خود را از دست دادند. در عموم با اتهام مربوط به حمله تروریستی کروکوس در روسیه تا امروز 19 نفر دستگیر شدند که 17 نفرش از تاجیکستانند. در پی اشتراک زادگان تاجیکستان در حمله خونین تروریستی از نام سازمان تروریستی داعش، مناسبت مقامات روسیه نسبت به تاجیکان شدیداً بد شد. هزاران نفر از شهروندان تاجیکستان در مرز روسیه با قزاقستان و در فرودگاه‌های روسیه درماندند، زیرا تفتیش آنها طولانی شد. 100 نفر از آنها از تفتیش گذشته نتوانستند، به تاجیکستان اخراج کرده شدند. چنین برخورد نسبت به تاجیک‌ها باعث تنش بی‌سابقه در روابط دوشنبه و مسکو شد و حتی سفیر روسیه را به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت کرده به او نوت اعتراضی سپردند. این هم در حالی است که این شب با روزهای اوج موسم رفتن به مهاجرت کره صبح می شود. قرار معلوم هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کره تاجیکستان به خاطر تامین روزگار به روسیه به مرد کره می روند و میلیاردها دلاری که این مهاجران به وطن میفرستند نه فقط منبع اساسی درآمد اکثر عائله‌های تاجیکستان بوده، بلکه یک عامل مهم تامین پیشرفت اقتصاد و سودا در این فقیرترین کشور شوروی سابق نیز دانسته می شود.